قرار پیتزا درست کنیم ولی شانسی. قرار پیتزای شانسی ما جوری باشه که 2 تا آیتم داشته باشیم تو هر لول که بین 2 تا آیتم انتخاب کنیم. یکی از اونها آیتمیه که کاملا یه چیز عادی تو پیتزا مثل سوسیس، یکی دیگه ولی آیتمیه که هیچ ربطی به پیتزا نداره و اون اصلا از غذا خارج میکنه. مثلا اسمارتیز بگیر آیتما رو بچه‌ها بدونن چی قراره بخوریم. سرطان خالص. خدا بداد ما برس فقط. بریم برای آیتم اول. لبم یارم میره خونمون کار است. خب بچه آیتم اول ما بینه سس گوجه فرنگی و سس مایونز. آیتم اول خیلی ایزی شروع کردیم، یه چیزی که سس مایونز اونقدر خراب نمیکنه پیتزا رو، ولی آیتمای بعدی گریه منو بنیامین قراره ببینین. من اصلا گریه نمیکنم. بیا سنگ از قیچی هر کی برنده شد انتخاب بکنه. اوکی. تاسه تا یک تاسه گو تاسه بی‌ناموس هر کی دوست داره غذا میخورم، حرف گو نزن. خب تو که غذاته که تو خودتی. من واسه چی باید تو رو بخورم؟ تا یک تاسه ناموسن تاسه. کاغذ قیچی سنگ از قیچی یک سنگ از قیچی. بیار بالاتر بچه‌ها ببینن. سنگ از قیچی. نه هیچ نمی‌بینم. سنگ از قیچی. یک سنگ از قیچی. سنگ از قیچی. سنگ از قیچی. سیکشی رو به امید سس قرمز. به این مایونز بد نمی‌کنه ولی من ترجیح میدم پیتزا عادی بخورم. سس معمولی داشت. مایونز من نکن انقدر سطح عقل انقدر سطح عقلش پایین نوشته اون کو رفته نوشته مایونز سس. خب الان من باز کردم سس چی؟ خب خیلی مایونز رو بخونی میفهمی اون یکی مایونز نیست. خب من اصلا شاید اول من میخواستم نشون بدم اون بنده خدایی که داره خواست ببینه. خب سس چی؟ ویدیو من انتخاب میکنم. وای دوربین رو بیار ببینن بچه‌ها اینو. احساس میکنم قراره گچکاری کنی باش. شبیه اون نیست. اصلا انگار بچه‌ها ما بودیم بی شرف از همونی دست ای راست میگه از همون برم میشد گرفت. حواسم نبود اصلا. کیر سندی بود کله پاچه‌ش داشتم میخوردم. مغز اون از تو گنده تر بود. مغز فقط مغز این چیز. ای چی شد؟ بیا ببین اینو چند سنه نگه می‌داریم میکشی بالا. خب ولش کن. علاقه داری دوست داری بخور. نه من دوست داری هستا. نه اینجا هست. نه میشه جون درش میبند ها. بی خیال. مال من نگاه کن. اصلا همه چیزش از مال تو بهتر. این آیتم اول من اونقدر باخت ندادم. بریم سر آیتم دوم ببین چی جوری پارت میکنه. چرا همه چیز قراره بد بیفته برای من؟ سنگ از قیچی تا نه. 2. یه بار تو انتخاب کردی یه بار من. به نوبت هم بزن. چپت گل. چپ و راست نمیدونی تو. وایسا نه وای نخور. خواهی ما قبول فوش ندیم. حواسم نبود هر کی فوش بده از این باید کونی. قبول داری پیتزای من خوشگل تره؟ نه اصلا انگار بچه‌ای که گو بالا آورده. بچه‌ها شما نظر بدین تو کامنت بنویسین کدوم خوشگل تره. من در حالت عادی چالشی هم نبود ترجیح میدادم اینو بخورم. تو هم اگه حالا چالشی هست میتونی اینو بخوری. شما پیتزا رو گفتم. خب شما پیتزا رو گفتی. شما اولا بیا این ماکارونی رو بخور. منم همین رو گفتم دیگه. دوما بیا این پیتزا رو بخور. باشه. باشه. نه حالا باشه. او گاوت سگ. پات جمع کن دیگه. خب توی گاو باید ببین جلوتو. 5 کیلو وزن رو پات. یه دقیقه بلند شد. نه. یه دقیقه بلند شد. یه دقیقه. نه یه دقیقه. نه. عضله. آیتم سوم پشم لیزون خالص. پنیر پیتزا پشمای آقای عبدالله. گفتم بیاد اول پشمای چیز کنه ولش کن. ببین زعفرونی هم داشت خوشمزه تر بود ولی من وانیلی گرفتم که شبیه خود پنیر پیتزا باشه. مثلا عقلت خیلی کار انتخاب کن.
وای پنیر پیتزا به من میافته، پشمک میافته، گوه میشه. یس بهم گفت من اونو بگیرم ها. آی بیشرف حروم. ببینید اینو، کونه چیز در اومده، انگار پشمای پیرمرد ریختی نصفشو گس کن. هر کی فوش بده از این بعد کونه مزه‌ش هم ببین نمیاد. اصلا تو زیبایی و برخلاف قیافت انتخاب. واکنش سریع نشون نده بخوام میخوام اسمارتیزایی که تو دست خودم رو بریزم. زیتون سیکتیر مگه میشه خدایی؟ همه آیتما با هم افتاد. فقط پنیر پیتزا برای من خوبه. جدی هیچ کدوم هماهنگ شده نیست، یعنی بی‌ناموس دولم باشه مگه هماهنگ شده باشه. واقعا هیچ کدوم هماهنگ شده نیست. ما که میریزیم زیتون دوست ندارم، زیتون کمتر میریزم. به کی؟ کی؟ آقا از کمتر فوش بدیم، خیلی کس میدیم. هر کی فوش بده از این بعد کون سگم اگه پارس میکنم اگه آویشتن نیاوردم. خیلی ظلم، من ویدیو رو آپلود نمیکنم. تو گم میخوری، خودم آپلودش میکنم. نه همون میکنم. ببین آویشم میتونه پیتزا، نه همون آبلیمو برای من بهتره. از اونجایی که من حس شیشه من خیلی قویه، چاکروی 200 میگیری؟ نه همونجا بذار باشه. چاکروی 256 میرم و میگه اینو بگیر. خب بی شرف همون اول گفتم بگیر دیگه. وای مشتی آبلیمو آتیش پره. یک فن LGBT یک کونی با یه دونه پیتزای یه ورزشکار خفن. خودم لاغرم ولی خب کلا دارم میگم ورزشکار 3 برابر وزن جلو بازه میزنم. داش عضلامو به نشون بدم. نشون بده. بیا. نشون بده. حیف که دختر عاشقم میشن. تو خود دختری. همین الانش هم پیراشکی میگم. میندازم زمین سرطان میکنم ها. تو گوه میخوری. خدایی ناکو پشمکای تو کمه. اوب داره مال تو اوب داره. اوب قیافته. میدونی اینا رو باید این بخوری. شرکت کننده‌اش بده مال تو رو. نه اینو نذار. مال من اینو نذار. مرد ویوش زیاده. داش مگه میخواد یارو حالا چیکار کنه؟ حالا شوخی چیز گفت میگه نهایتش میخواد بیاد یه دم گرم. میخوره. وای تو گم میخوری اونو. بیا این سوسیسو بخور. بیا. نه یعنی گفتم بیا اینو بگرد. وای چقدر خوشمزه. دست نمیزنی به قولم. چی شد قرار شد این چالشو بگیریم؟ این آدم امشب 2 تا اینه میپختیم کوفت میکردیم دیگه. برو بده. آقا چقدر گاوی، خب بگیر دستت دیگه. چیو؟ اینو این حداقل بچه‌ها یه لایکی سابسکرایبی کامنت چیزی کنین. میشه بده من برو بگیر. درست شد. برو بگیر. درستش برو کرد. بگیر. برو بگیر. برو بده. وایسا یه لحظه وایسا. چرا باید یه دونه از این گیلگیلک‌ها اینجا باشه؟ این زیگیل تناسلی‌ها. چه دقتی کردی الان تو دوربین افتاد. آره قشنگ معلومه. مثلا یه زیگیل تناسلی اومد اینجا روی قارچ ما. کف پیتزا رو بگیر. حتی کف پیتزا هم بهتره. مالین حتی سوخت، مال من نسوخت. میخوای اینو بخوری نکته مهمیه. اصلا ذهنت خالی کن، قیافشو در نظر نگیر، چشمتو ببند، دوگم نباش. این ترکیب شاید خیلی خفن بود. راتاتویو دیدی؟ راتاتویو ساکت جو. راتاتویو دیدی موش سر. حداقل سسو بیار. موش سرش مزه دیدی؟ وقتی میخوری یه چیز خفن میخوری تو مغز تکون میخوره. ببین اون راتاتویی میخوام یا اولی بخورم. راگوز به کون پدر میخوام و هم جد بابام بیاد. دابادش بخنده اینقدر گل بس. نمیشه خیلی بوش بده با سس. میشه حتی اسمش جدا کرد؟ نه اصل سس نداری منم نمیدونم. خیلی خوبه. چرا؟ پشمام. بگو. چه خوبه دیگه، مشکلی نداره اگه چیزشو کم کنی. برو بده. این نمیتونه بد باشه. خیلی کوچولو تن پشمک میاد، شیرینیشو تمامش چیزش شیرینیشو. سعی تو زندگیت. سگ تو کونه. مرسی.
نظر راجع به غذا چیه؟ اوکی